با تجربه فولاد قاسم هم حسابی تشویق میشه در ورزشگاه تا آقای مصطفی بینش از این لحظه تقابل رو آغاز کنه در فولادشهر. اولین حرکت از بازیکنای فولاد خوزستان. یه پاس برای مرتضوی جوان که در تیم ملی امید هم بازی کرد. یه لحظه موقع برای امید لطیفی، داور قبلش خطا اعلام کرده بود، دروازه باز شد اما خطای امید لطیفی فکر کنم یا مرتضوی بود که اعلام شد. یه حرکت از احسان محروقی. یه پاس عمقی، فرصت از برای فولاد در درون محوطه جریمه، پاس رو به جلویی که ضربه کرنر را رزاقپور خواهد زد. کوتاه برای ساسان انصاری. یه پاس کوتاه دیگه، سینا اسدبیگی موقعیت برای شوت زنی، تو برخورد میکنه به مدافعین ذوباهن. حالا ضد حمله اجازه نمیده اونجا. سرابادانی، بلانکو، شلیک سنگین از سرابادانی و داوود نوش سفیانی که توپ رو به کرنر میفرسته. اسدبیگی ارسال مواج روی دروازه، ضربه سر اول میزنن مدافعین ذوباهن، میتونن ضد حمله رو طراحی کنن، موفق میشن. بلانکو ضربه ای که میزنه دوباره داوود نوش سفیانیه که دروازه ذوباهن رو نجات میده. این سینا اسدبیگی. یه پاس برای ساسان انصاری، تک ضرب میندازه برای سرابادانی، اشتباه سرابادانی، دوباره داوود، دوباره نوش سفیانیه که اجازه نمیده. و البته قبلش آفساید اعلام شده. یه توپگیری فرصت برای فولاد خوزستان. مزرعه نگاه میندازه ارزی، یه پاس فرصت هست میکاره برای سرابادانی، دوباره شلیک، توپ میرسه به مزرعه، این بار آفساید نیست و گل، گل برای فولاد. اما قبلش داور بازی رو متوقف کرده، بود، آفساید نگرفت. کمک ببینیم توپ به دست برخورد کرده اونجا یا نه. ببینیم اینجا محروقی با کاش برای سرابادانی ضربش رو زد. آفساید بود فکر میکنم، آفساید بود. من فکر میکنم آفساید بود. ضربه بغل پای یوسف مزرعه هنگامی که ضربه زد سرابادانی، مزرعه در آفساید بود. کوتاه رو به عقب برای قاضیپور، ارسال عالی، موقعیت و گل، گل برای ذوباهن. چقدر این ارسال عالی بود از پدرام قاضیپور. آرش قادری بود که دروازه رو باز میکنه. مدافع ذوباهن که این هفته یک کار بزرگ هم انجام داد، آرش قادری فکر میکنم 7 زندونی رو آزاد کرد که جرایم غیر عمد داشتن و اینجا هم خیر داشت براش و پاش به گلزنی هم باز شد برای زوبی ها. ارسال خوب پدرام قاضیپور، ضربه سر نادر محمدی و توپی که با آرش قادری خورد و دروازه فولاد خوزستان باز میشه در فولادشهر. ذوباهن 1-0 در دقیقه 35 پیش میفته از فولاد خوزستان. عرفان قهرمانی، یه پاس بلند، حرکت از امید لطیفی، کنترل عالی، لطیفی زمین میخوره اما اعتقادی به خطا نداره داور. نیمکت ذوباهن روی هواست، بازی جریان داره. جدی یه ارسال بلند، توپ دور میشه توسط نعمتی. توپگیری خوب، فرصت است برای ذوباهن. پهلوان، یه شلیک سنگین از احسان پهلوان، به یاد روزهای جوانترش که از همین زاویه بود که دروازه پرسپولیس رو باز کرد. دقیقاً از همون نقطه به توپ ضربه زد اما این بار توپ از بالای دروازه حامد لک به بیرون رفت. خوب زد، نگه میداره رو به عقب. احسان پهلوان
ارزی برای مختاری، میتونه شوت بزنه. پویا مختاری پیشروی میکنه. ابوالفضل رزاقپور، مزرعه برای خود رزاقپور، تکل بلند جدی رد میکنه. یه ارسال روی دروازه، فرصت برای فولاد، رد میشه از همه. اونجا مدافع ذوباهن بود که پوشش داد و پدرام قاضیپور بود که دروازه ذوباهن رو نجات داد. شوشتری، خود قاضیپور روی پای راست، مرتضوی میزنه به درون محوطه جریمه. مرتضوی فرصت برای ذوباهن. چقدر خوب کار کردین، جوون آینده داره فوتبال کشورمون. یه بار دیگه صحنه قبل رو ببینید چقدر خوشگل دوتا رو جا گذاشت و اینجوری توپ رو روی هوا به سمت دروازه حامد لک شلیک کرد و حامد لک هم خوب کار کرد. رزاقپور، اسد بیگی، پاس خوب برای رزاقپور سمت چپ، موقعیت خطرناک روی دروازه ذوباهن. یه ارسال رو به جلو و حالا دروازه ذوباهن باز میشه. احسان محروقیه که دروازه رو باز میکنه. حساب کار 1-1 مساوی. قاسم عدادیفر معترضه روی صحنه قبلی. حالا شاید میخوان اشاره کنن که باید VAR چک کنه اون صحنه رو، چون منجر به گل شده این سمت. ببینیم این اتفاق میفته یا نه. امید لطیفی هم اینجا بود که یه دست گذاشت، بازی ادامه پیدا کرد. ببینید کاملا هول داد سینا اسد بیگی، ادامه همون اومد و اینجوری دروازه ذوباهن باز شد توسط احسان محروقی. کماکان حملات فولاد ادامه داره. ساسان انصاری، یه پاس خوب، یه پاس ارضی، موقعیت عالی، چه توپی رو از دست داد بازیکن‌های فولاد. ارتباط قطع کرد. دوباره رزاقپور، اشتباه توپگیری از بازیکن‌های ذوباهن. حرکت از جلال علی محمدی، خود جلال یه شلیک، فقط میتونست مشت کنه حامد لک. خیلی محکم بود ضربه علی محمدی. توپگیری خوب از بازیکن‌های فولاد. یه پاس رو به جلو موقع برای فولاد خوزستان. این پاس رو به جلو و از ساسان انصاری بعید بود، خیلی عجله کرد. البته آفسایدش هم اعلام شد. رو به عقب، یه اشتباه موقع برای ضد حمله علی اسلامی. حالا فرصت برای ذوباهن، موقعیت هست برای زوبیا در دقایق پایانی. علی اسلامی و حامد لکه که نجات میده دروازه فولاد خوزستان رو. یه امتیاز شاید بخره حامد لک برای تیمش. چه توپی رو از دست داد بازیکن ذوباهن. علی اسلامی میتونست پاس بده، اگه پاس میداد امید لطیفی مقابل دروازه خالی قرار میگرفت. حامد لک کاملا بست، اونجا اجازه نمیده و سوت پایان این دیدار تقسیم امتیازها در فولادشهر. تقابل شاگرد و استاد برنده‌ای نداشت. 1-1 مساوی. یه قاب زیبا رو میبینید بین قاسم عدادیفر و یحیی گل محمدی. امیدوارم که این بازی مورد توجه شما هموطنان عزیزم قرار گرفته باشه.